آقا سلام. من آدم سابق نیستم. من یه آدمیم که الان از کانادا واسه نامه اومده. آقا سلام. آقا واقعیت این که ما همیشه تو این لینکدین، من اعتقاد دارم لینکدین از این اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا خیلی مخرب تره. تو اینستاگرام و اینا تو خوشی‌های آدما رو می‌بینی، خیلی خوب، مثلا طرف نمیدونم رفته رستوران، رفته کافه، نمیدونم رفته مسافرت، یه عکسی میذاره. خب تو هم میگی یه روزی منم میرم مسافرت، مشکل نیست. اما لینکدین افسردگیش بیشتره. مثلا همه میان میگن نمیدونم I started a new نمیدونم position in فلان، I finished فلان، فلانی celebrated، نمیدونم 5 سال کار کردن تو فلان کمپانی خارجی و اینجوری و اونجوری و فلان. صحبت اینا میگی که اونم اون دانشگاه الان این موقعیت فلان استادو گرفته، اون یکی تو فلان کمپانی داره کار میکنه و تو میبینی که همچنان با خشته که پاره خودت نشستی خونه و همچنان داری زندگی معمولی خودت داری. یه خورده برای من لااقل افسردگی میخورد بیشتر، بخاطر این موجه کمتر میاد. اما یه چیزی که توی لینکدین همیشه میدیدم جلوی بعضی اسما مثلا یه سری مخففا گذاشته، مثلا EIT PENG و فلان اینا. بعد یه خورده که راجبش خوندم اینا، کاشف عمل اومد اینا مثلی که یه سری مثل نظام مهندسی خودمون توی ایران، توی کانادا هم یه سری یه سازمانی دارن برای جامعه مهندسانشون که شما میتونی بری اونجا. حالا هم آزمون داره، هم یه خورده به قولی کامپتنسی، یعنی اون شایستگی تو میان بررسی میکنن و این صحبت ها اینا. بعد یه سری مدارک میتونی بگیری. ما هم گفتیم که بد نیست، خوبه. حالا هم اگر در آینده آدم خواست برنامه مهاجرت چیز داشته باشه به دردش میخوره، هم بد نیست امتحان کنیم ببینیم چه جوریه، میتونیم بگیریم یا نه. این که خلاصه ما اقدام کردیم واسش. خلاصش هم بخوام بگم چیز پیچیده ای نبود. یه اعتبار سنجی مدارک دانشگاهیته، ترجمه میکنی و بعد میفرستی واسه مؤسسه‌ای که میان میگیرن معادل سازیش میکنن با کانادا و آمریکا، اونا رو واسهشون میفرستی. بعد یه هزینه اپلیکیشن فی هم پرداخت میکنی و بعد یه سری فرم ازت میخوان که باید پرشون کنی. مثلا اینکه بر اساس دو تا حالت داره برای گرفتن اعتبارش. شروعش معمولا واسه مهندسا با EIT، یعنی Engineer in Training، یعنی که مهندسی که در حال تمرین و اینا. اینو که بگذرونی میشه PENG، میشه Professional Engineer. که حالا این EITش هم دو تا روش داره برای اینکه شما بتونید بگیرید، یعنی شروع بکنید واسه این کار. یکی اینکه سلف کامپتنسیه، شما باید بگیری یه سری فرما داره باید پر کنی که بگی مثلا تو این فعالیت مهندسی که براش داری اقدام میکنی چه فعالیت‌هایی تو این چند سال اخیر کردی، چند سال اصلا سابقه کار داری. بعد یه سری سوال و اینا داره و یه سری تاییدیه‌ها، یه سری افراد که معمولا یادم چند سال پیش که من اقدام کردم باید تاییدیه‌هاشو باید کسایی میگرفتی که خودشون مثلا مهندس حرفه‌ای بودن توی کانادا، که خب واسه ما قاعدتاً امکان پذیر نبود. ولی یه روش دیگه این بود که شما بر اساس واحدایی که تو دانشگاه گذروندی می اومدی مثلا اینا رو واسهشون میفرستادی، میگفتی این واحدا رو مثلا من گذروندم، معادل سازی میکردم با واحدایی که نیاز یه مهندس تازه کار توی کانادا داشته باشه و اونا رو گذرونده باشه، شما گذرونده باشی، اینا رو با اونا مقایسه میکردن. اگر اون تاییدیه رو میگرفتی این انجینیر این ترینینگ رو به تو میدادن. الان این نامی که واسه ما فکر میکنم مال همین یک مؤسسه به نام ایپکس. اول من فکر می‌کردم اپکس، بعد توی یه سری سمیناراشون که آنلاین بود شرکت کردم دیدم نه ایپکس و Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan. این مال استان ساسکاتچوانه و همین معادلش واسه استانه دیگه هم وجود داره. حالا بازش کنیم ببینیم همین بودی اصلا چیز دیگه. یک ساعت هم روزه خوندی پاره نکنیم نامه رو. بابا کانادا اومده چه کی اومده الان رسیده واسم. تاریخ ارسال داره؟ تاریخ ارسال نداره. پست کانادا نه، تاریخ ارسالی هم نداره. ایرمیل تاریخ ارسال نداره. ببینیم که آخه کی ارسالش کرده بودیم که حالا رسیده دستم پارش نکنیم. official receipt. آها این مال تمدیدش هم هست. آها این رسید پرداخت در واقع. مدرکمون گفته بودن مدرک دیگه آنلاین ارسال میشه. حالا عکسشو واسهتون میذارم. مدرک
سرتیفیکت بهمون داده بودن به عنوان انجینیرینگ ترینینگ که حالا این اینجوریه میخوام نشون بدم، چیز خاصی هم نیست. گفته که اپلیکیشن فی رو پرداخت کردی و انجینیرینگ ترینینگ هم هستی آقای میلاد صدری، کلی هم از اون پول گرفتن. چاکریم.